ژلگیری حلزون رو میخوام بهتون نشون بدم. نمک میپاشم رو سطح شکمیش. عکسشو کردیم. آره. یه صدا میدن. ببینین. و ژل میدن. میرن تو لاک. دفاع داره میکنه. این ژل ها رو جمع آوری میکنم و تو کرم استفاده میکنم. این کپا ژلاشونه. بله، این ژل. ژل گرفته شده از حلزون های طبی رو با یه مقدار پای کرم مخلوط کردیم و این رو یک دست میکنیم و بعد به کرم حلزونمون اضافه میکنیم. هم می‌ذاریم. آره، یک دست بکنیم خب خیلی بهتر. ولی واسه کردیم در واقع ژل رو به همون اندازه اضافه کردیم. پایه معمولی دیگه. با همزن بزنی یه دست میشه دیگه، خیلی بهتر میشه. بعد فرآیند کرم اذیت نمیشی. ولی اگر خواستی نگهداری بکنی تو یخچال، همش نزن، در همین حد هم بزن چون آب میندازه. شور نمیشه ساختار ژل. خب بعد آره، هر دفعه خواستی استفاده کنی یه مقدار از روش بردار اون رو هم بزن. درست شد؟ آبی رو به من بگین. بسه داری؟ بسه داریم، اصل داریم. بسه چقدر؟ بسه یه گرم دیگه. نصفه. یه گرم بزن پس. بعد سفیدا به روی روغن بود. آره. حالا تو این. بعد الاستین هم هست. 1.5. دیگه چی داره؟ الاستین داره، کلاژن داره. بعد زینک داره. زینک هم تو حلا تو اونا که با روغن نه کلا چقدر گفتیم؟ کلاژن 1.5. اونم 1.5. اصل هم هست، دست میزنم. عرقش داره. بعد 15 شما 7.5 بزن. البته زده 15 تا 20 دیگه. 7.5 تا 10 میتونید. استاد جفتش یا هر کدوم شد؟ هر دوش استفاده کنی بهتره. بزن تا 7.5 برو. در زیاد نکنی. 7.5 آبی رو بگردین دیگه چی داره؟ بعد همه رو گفتم دیگه. اصل هم داره. اصلا تا 70 دادم ریختم. اصلا دیگه. آلانتوین زدین به الاستین، کلاژن. بله. تو فاز آبی ژلمون رو اضافه میکنیم. ژل رو چجوری اضافه میکنم؟ ژل رو یه مقدار از این ژلی که با پایه قاطی کردم رو میریزم توی یک ظرف دیگه، قطعش کن و یک مقدار از این کرمی که تو فاز آبیمون رو توش حل کردیم هم میریزم تو همون ظرفی که ژل رو ریختم. کم کم اینها رو به هم اضافه میکنم و تا اینکه تموم شه. بزن. یکم از این، یکم از این، یکم از این، یکم از این، کلا به ظرف دیگه انتقالش میدم. استاد من این ژله که با پایه من کردیم گرمش 15 تا 20 بود. اگه همینجوری یهویی فقط دور همین همزنت میپیچه و تمام، اصلا قاطی کرمت نمیشه، به هیچ عنوان قاطی نمیشه. باید ذره این کارو بکنی. یکم از این. آیا چیزی ساختاری دست دارم یا ندارم؟ هی چک کن. اگه اون تهش مونده هی بیارش بالا. بزن. حلزون رو حوصله کنی ها. جزی کرمایی نیست که حوصله نکنی، ولی اگه حوصله کنی یک کرمی میشه که فروشش بسیار بالاست. یعنی یه ظرف سومی برای خودمون تعریف کردیم که ظرف 1 و 2 رو کم کم اضافه کردیم. کرم سختی رو انتخاب کردی یه انشاءالله که بتونم به همین خوبی داره دو اصلا پیش من چند تا اساس خنک یه چند تا خنک چیزایی که تو بازار هست مثل آلوورا، خیار، بلو، پرتقال، نه فرنگی دیگه چند حساسیت زاد بدتره. پرتقال هم هست، لیمو، اینا خنک. گرم هم داریم؟ گرمامون رو عطریات است. آره چی نه لمندر، لایت بلو، کوکو شنل، عطریا همه گرمن. خب عطریا همه گرمن به اضافه گلایی که مثلا گرمن، مثل ارکیده، مثل یاس دیگه، ایفوریا. بافت کرم حلزون. آبرسانی بالا، جوانسازی بالا و چیمشوک قوی، البته روشن کنندگی و ترمیم کنندگی هم داره. هنوز روغناشو نزدیم.
از پای روغنش مونده؟ قشنگ‌تر هم خواهد شد. بعد روغن هسته انار و آب لیمو. خب اینجا مجموع هفته حده. شما 3.5 برابر. مجموعاً سرمون. آره. بعد روغن روغن سیب زمینی و آرگان هست مجموعاً آرگان و خیار 8 گرم. آرمان و خیار اینجا آرمان که من میدی 4 گرم. یعنی خود روغنی هست. مجموع خیار و آرگان 4 گرم. 3.5 تا اون بود. آها 4 تا. سفیداب روی هم داریم. روغن هستن ها روغن آلمو چقدر؟ اونا هم داره سفیداب روی 1 1 گرم. گرم. خب زینک هم داره؟ نه زینک نداره. چرا داره 1 گرم. دیگه بنمایش می‌کنی؟ این روغن سیب زمینی زدی؟ روغن آرگان زدم و آرگان خیار خیار. و هسته انار. 3 تا روغن انتخاب کردم.